همیشه یادت باشه تا خودت نخوای کسی نمیتونه زندگی تو درست کنه و نه کسی میتونه زندگی تو خراب کنه. یادت باشه که آرامش رو باید خودت در وجود خودت پیدا کنی. یادت باشه خدا همیشه مواظبته، منتظر هیچ دستی در هیچ جای این دنیا نباشه. یادتون باشه گاهی در حذف شدن کسی از زندگیتون حکمتی نهفته است. هیچ وقت نگران فردات نباش، با کمک خداوند امروزت رو خوب بساز، مطمئناً فردای عالی هم خواهی داشت. خدای دیروز و امروزت خدای فردا هم هست. ما اولین دفعه است که تجربه بندگی داریم، ولی خدا قرن هاست که خداست و خدایی میکنه.